میگن در رژه اخیر چین چیزی که جهان دید فقط بخشی از حقیقت بود. بعضی از موشک‌های هایپرسونیک و سیستم‌های لیزری که نمایش داده شدند هنوز به طور کامل عملیاتی نیستند. اما چرا چین آنها را جلوی چشم جهانیان آورد؟ راز در همین جاست. این یک جنگ روانی عظیم بود. چین می‌خواست نشان بدهد که حتی اگر این سلاح‌ها در مرحله آزمایش باشند، دشمنان باید تصور کنند که همین حالا آماده استفاده اند. این یعنی ایجاد ترسی خاموش در قلب قدرت‌های رقیب. حتی در میان تماشاگران زمزمه‌هایی بود از پروژه‌هایی که هنوز پرده برداری نشدند، مثل هوش مصنوعی نظامی که می‌تواند میدان نبرد را بدون انسان‌ها کنترل کند، یا سلاح‌هایی که فقط چند ثانیه طول می‌کشد تا مرز قاره‌ای را طی کند. راز واقعی این رژه شاید همان چیزی بود که به نمایش گذاشته نشد.